توی این ویدیو قراره به موضوع نظامی بپردازیم. ببینیم یه تانک چجوری کار میکنه. تمرکز ما به طور خاص روی تانک آمریکایی M1A2 آبرامز خواهد بود. نگاهی خواهیم داشت به زنجیرهای شنی، برجک، محل نشستن خدمه و موتور پشت تانک که همه چیز رو به حرکت در میاره. تانک M1 آبرامز در سال 1980 معرفی شد. این تانک به افتخار ژنرال ارتش ایالات متحده کلیتون دبلیو آبرامز جونیور که یکی از فرماندهان جنگ ویتنام بود نامگذاری شد. ایده طراحی M1 آبرامز این بود که ارتفاع اون کم باشه تا هدفگیری اون دشوارتر بشه. کناره‌های زاویه‌دار تانک باعث میشن گلوله‌های دشمن از روی اون منحرف بشن. فضای داخل تانک کمی تنگه. در طول عملیات‌ها خدمه ممکنه صدها ساعت رو در داخل تانک با حداقل خواب سپری کنن. مدل‌های مختلفی از این تانک وجود داره. اولین مدل M1 بود. سپس M1A1 اومد و بعد از اون مدل M1A2. همچنین نسخه های فرعی زیادی از این تانک با بسته های ارتقای مختلف وجود داره، اما برای ساده تر شدن موضوع فقط روی این سه نسخه اصلی تمرکز میکنیم. این نسخه ها از بیرون بسیار شبیه به هم هستند، اما در مواردی مانند زره الکترونیک و سیستم های تسلیحاتی پیشرفت های زیادی داشتند. هر نسخه جدید معمولا سنگین‌تر و کندتره، اما تکنولوژی پیشرفته اون رو جبران میکنه. در ادامه ویدیو به طور خاص روی تانک M1A2 آبرامز تمرکز میکنیم. هرچند بعضی از اطلاعات ممکنه در مورد نسخه های قبلی هم صدق کنه. بیایید به چند مشخصه فنی این تانک نگاه کنیم. ارتفاع اون 8 فوت، طول اون 32 فوت و عرض اون 12 فوته. برای مقایسه این اندازه یک انسان رو کنار اون نشون میدیم. وزن این تانک معادل 68 تنه که تقریبا برابر وزن 35 ماشینه. با وجود این وزن زیاد، این تانک میتونه با سرعت حداکثر 42 مایل بر ساعت حرکت کنه. ظرفیت سوخت اون کمی کمتر از 500 گالونه. برای مقایسه بیشتر خودروها تنها حدود 16 گالون سوخت نگه می‌دارن، اما تانک ها به این مقدار سوخت نیاز دارن چون مصرف سوخت اونها حدود 6 مایل بر گالونه، در مقایسه با خودروهای معمولی که به طور متوسط 25 مایل بر گالون مصرف میکنن. پس اگرچه این تانک بسیار پرمصرفه، اما سنگین و قدرتمنده. حالا بیایید به برخی از ویژگی‌های تانک نگاه کنیم. ما زنجیرهای شنی، چرخ‌ها 7 چرخ در هر طرف، بدنه اصلی که به اون هول گفته میشه و برجک که روی تانک میچرخه و تسلیحات و تجهیزات دیگر رو نگه میداره داریم. موتور هم در قسمت عقب قرار داره. این تانک دارای یک خدمه 4 نفره است. 3 نفر در داخل برجک و 1 نفر در قسمت جلوی تانک میشینن. حالا که با ظاهر بیرونی تانک آشنا شدیم، بیایید جزئیات بیشتری رو بررسی کنیم. از زنجیرهای شنی شروع میکنیم که گاهی به اونها شنیهای تانک هم گفته میشه. این شنیها از فولاد ساخته شدن و دارای پدهای لاستیکی قابل تعویض هستند. هر طرف تانک 7 چرخ جاده‌ای داره. 1 چرخ بالابر در جلوی تانک و 1 چرخ دنده محرک در عقب. این چرخ دنده دارای دندانه‌هاییه و تنها بخشی از تانک که موتور به اون نیرو میده و باعث حرکت کل زنجیر میشه. چرخ‌های دیگه به صورت آزاد میچرخن، در حالی که زنجیر شنی از روی اونها عبور میکنه. چرخ‌های جاده‌ای همچنین دارای سیستم تعلیق داخلی هستند. دلیل اصلی استفاده از زنجیرهای شنی امکان حرکت تانک روی زمین‌های بسیار ناهمواره. اکثر موانع مشکلی برای عبور تانک ایجاد نمی‌کنند. خودروهای معمولی با 4 چرخ سطح تماس محدودی با زمین دارند و ممکنه به راحتی گیر کنند و همین دلیل بهتره روی جاده‌های آسفالت شده بمونن. اما تانک با سطح تماس بزرگتری که داره، وزن خودش رو بهتر توزیع میکنه و معمولا با موانع مشکلی نداره. تانک حتی میتونه از تپه‌های بسیار شیبدار بالا بره. اکثر اوقات برای خدمه داخل تانک حرکت کاملا روونه. برای تغییر جهت تانک سرعت شنی‌ها تغییر میکنه. برای مثال برای چرخیدن به چپ، شنی‌های سمت راست باید سریعتر از شنی‌های سمت چپ حرکت کنند. متاسفانه زنجیرهای شنی آسیب پذیرترین بخش تانک هستند و احتمال خرابی اونها بیشتره. خبر خوب اینه که تانک معمولا ابزار و قطعات یدکی به همراه داره. بنابراین لینک‌های شکسته رو میشه تعویض کرد و تانک دوباره به حرکت ادامه میده. حالا نوبت موتور میرسه که در قسمت پشت تانک قرار داره. برای تعمیرات کل موتور رو میشه از تانک بلند کرد و بیرون آورد. این موتور از نوع AGT 1500 که میتونه با چند نوع سوخت مختلف کار کنه، اما بیشتر اوقات با سوخت جت کار میکنه. در خودروهای معمولی موتوری به نام موتور پیستونی وجود داره که پیستونها با حرکت بالا پایین شافت رو میچرخونن.
اما در تانک از یک موتور توربینی استفاده میشه که کمی شبیه به موتور جت در هواپیما کار میکنه. با این حال این موتور در واقع نسبتاً بی صداست که این موضوع اهمیت زیادی داره تا موقعیت تانک به دشمنان نزدیک لو نره. موتور تانک بسیار داغ میشه، بنابراین دو واحد خنک کننده در طرفین تانک برای کاهش حرارت طراحی شدن. گازهای خروجی از پشت تانک خارج میشن. در پشت تانک یک تلفن وجود داره تا سربازان خارج از تانک بتونن با خدمه داخل اون ارتباط برقرار کنن. در کنارها صفحات زرهی وجود دارند که از چرخها و زنجیرهای شنی محافظت میکنن. این صفحات رو میشه در بخش‌های باز کرد تا دسترسی به چرخهای جاده‌ای راحت‌تر بشه. در جلوی تانک چراغ‌های جلو و 4 قلاب یدکش قرار داره. به یاد داشته باشید که نسخه‌های مختلفی از تانک M1 A2 آبرامز وجود داره. بنابراین ممکنه برخی از تانک‌ها دارای ویژگی‌های بیرونی کمی متفاوت باشن. بخش بالایی تانک به نام برجک شناخته میشه. این بخش میتونه به طور کامل بچرخه و در حدود 9 ثانیه یک دور کامل بزنه. این توپ اصلی تانکه که یک توپ 120 میلیمتری صافلوله هستش. این به این معنیه که گلوله‌های توپ 120 میلیمتری هستن و لوله‌ای که گلوله از اون عبور میکنه هم همین اندازه است. گلوله‌ها با سرعتی حدود 3500 مایل بر ساعت از لوله خارج میشن. این توپ میتونه هدفی رو در فاصله 2 مایلی مورد اصابت قرار بده. تثبیت کننده های خودکار به توپ اجازه میدن حتی در هنگام حرکت روی زمین ناهموار روی هدف قفل بشه. به این ترتیب راننده مجبور نیست هر بار که تانک نیاز به شلیک داره متوقف بشه. حتی تانک میتونه در جای خودش بچرخه و توپ اصلی همچنان روی هدف قفل باقی بمونه. کنار توپ اصلی یک مسلسل کوچکتر هم‌محور وجود داره. در بالای برجک معمولاً حداقل یک مسلسل دیگه وجود داره که قابل استفاده است. در کناره‌های تانک پرتابگرهای نارنجک دوزان نصب شدن، یکی در هر طرف تانک. این پرتابگرها در طول نبرد دید دشمن رو کاهش میدن. فضای زیادی برای تجهیزات در داخل تانک وجود نداره. بنابراین خدمه معمولا تجهیزات خودشون رو در قسمت پشتی قرار میدن. در بالای برجک 2 دریچه وجود داره. دریچه فرمانده و دریچه بارگذار. داخل برجک 3 نفر از 4 خدمه حضور دارند. فضا در اینجا هم بسیار تنگه. توپچی در پایین سمت راست میشینه. فرمانده دقیقاً پشت توپچی قرار داره. بارگذار هم در سمت چپ توپ اصلی مستقره. وقتی برجک میچرخه، هر 3 نفر خدمه همراه با اون میچرخن. زیر برجک بخشی به نام سبد برجک قرار داره. آببندی بین برجک و بدنه اونقدر خوبه که میتونه از خدمه در برابر عوامل بیرونی محافظت کنه. فرمانده میتونه از طریق دیدبان‌ها دیدی 360 درجه به اطراف تانک داشته باشه. گلوله‌های توپ اصلی در یک محفظه بزرگ در پشت برجک ذخیره میشن. بارگذار میتونه یک درب دسترسی رو باز کنه، گلوله‌ای برداره و توپ رو بارگذاری کنه. این کار باید در شرایط نبرد به سرعت انجام بشه. اگر هر کدوم از مهمات منفجر بشه، پانل‌های بالایی به گونه‌ای طراحی شدن که منفجر بشن و انفجار به سمت بالا هدایت بشه، نه به داخل برجک که خدمه در اون قرار دارن. راننده در قسمت جلوی تانک مستقر میشه. در اینجا یک دریچه وجود داره که میشه اون رو باز کرد و وارد تانک شد. فضای این قسمت هم بسیار محدوده. بنابراین این راننده باید به حالت خوابیده روی صندلی قرار بگیره. کنترل ها در اینجا هستن و 2 پدال ترمز در پایین قرار داره. در تانک پدال گاز وجود نداره. برای شتابگیری و فرماندهی از 2 دستگیره سیاه رنگ استفاده میشه. راننده همچنین دارای پریسکوپ هایی که دیدی 120 درجه به اون میدن. معمولا راننده از دریچه جلویی وارد میشه، اما در صورت نیاز میتونه از طریق برجک و یک در کوچیک در سبد به صندلی راننده برسه. آمریکا تنها کشوری نیست که از تانک‌های M1 آبرامز استفاده میکنه. این تانک به کشورهای دیگه‌ای مانند استرالیا، مصر، کویت و عربستان سعودی فروخته شده. تانک M1 A2 آبرامز نزدیک به 30 ساله که در حال استفاده است. ممکنه در آینده جایگزین بشه، اما تا حالا همچنان تانک اصلی جنگی برای ارتش آمریکاست. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و در آخر بهتون توصیه میکنم این ویدیوی زیبا رو هم تماشا کنید.